روزتون و حظی روزتون باشه و هر سالتون و هر سالهای پیشتون باشه و هر صبحتون و هر صبحهای پیشتون باشه. من کیمی در کنارتون قرار گرفتم در یک ویدیو بسیار مهم که در اواخر ژانویه داره اتفاق میفته براتون و این انرژی شما رو برده به مدت 30 روز آینده و تغییراتی رو در یک سری از زمینه‌های مربوط به چارت تولدت هست که در کجا مرکوری حضور پیدا خواهد کرد و چگونه میتونه تاثیرگذار باشه واسه. پس من در این ویدیو یا در این لایو دارم در مورد یک انرژی کلی و عمومی صحبت میکنم. اگر مایلی بیشتر بدونی باید با خود شخصی من در تماس بشی دوست عزیز من. اما وجود عطارد مرکوری از خانه قوس آذر ساگیتریوس وداع میکنه و به نزد شما دوستان عزیز کپریکونیای عزیز، دیماهیای عزیز جدی ما قرار میگیره که اونجا یک میزگرد بسیار جالبی رو همراه با بقیه سیاره ها در اختیار ماها قرار بده و در این مدت ما میبینیم که تجمعی از پلوتو، شمس، قمر و همچنین مریخ و مرکوری الان اونجا قرار گرفته. یعنی تجمع عطارد همراه با مریخ و دیگر سیاره ها و زاویه هایی که در این حوالی ساخته میشه چگونه رو شما تاثیرگذار خواهد بود. خیلی از شما توی کامنتاتون برای من نوشته بودین که میجون اگر برج باطنی یا اگر طالعمون رو چی میگن بهش برج اسیدنتتون رو نداشته باشین یا اسیدنتتون رو نداشته باشین یا همون رایزینگی که شما بهش میگین، نمیدونم شما این از کجا آوردین این واژه های قلم به سلم رو. به هر حال میخوام بهتون بگم که بر حسب برج شمسیت گوش بده و ببین که چگونه تاثیرگذار هست. اگر نبود بر حسب قمرت گوش بده. حالا اگر خدا یاری کنه من زودتر در کنارتون قرار بگیرم در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. حمل، قوچ، آریس چگونه تاثیرگذار خواهد بود. وجود عطارد مرکوری و زاویه هایی که اینجا همراه با ژوپیتر اورانوس به صورت غیر منتظره خواهد ساخت و همچنین یک برنامه های بسیار زیبای همراه با زحل و نپتون در هوت ما خواهد داشت. برای شما من میبینم که شما توی این مدت صبرتون و منطقتون و طریقه صحبت کردنتون بسیار کوبانده خواهد بود و بسیار اساس و پایه‌گذاری مهمی خواهد داشت. قوت در صحبتتون دیده میشه، قدرت بیانتون بالا خواهد رفت و همچنین قانع کردن دیگران در مقابل برنامه‌ها و حرفایی که میزنن از طرف شما بالاتر خواهد بود. تصمیم‌های نهایی در این مدت گرفته خواهد شد و این تصمیمات نهایی شما بر حسب مسائل امتحاناتتون هست، امتحانات کاریتونه، امتحانات برنامه‌های اینترویوهای شما هستش، برنامه‌های ارتباط برقرار کردن با اشخاص نافذه و جایگاه مختلفی دارن و جایگاهشون از شما بالاتر هست و حتی ممکنه یک سری برنامه‌های بگو مگوهایی با پدر و یا سلطه داشته باشید که اینجا بخواد شما تصمیم‌های نهایی رو بگیرید و بخواید یه دوره جدیدی رو در مسائل کاریتون به مسائل ترقیه، جابجایی کاریتون و حتی به بالا رسیدن کاریتون اضافه بشه. من میخوام بهت بگم که حمل، قوچ، آریس زمانت رو غنیمت بشمر. میتونی که خودت رو به بالا بکشونی و اون چیزی رو که میخوای حتما دریافت خواهی کرد. من عقود یا قراردادهای مالی رو در این حوالی بهت تبریک میگم دوست عزیز من. تاروس عزیز دوره بسیار عالی هست که به اله منان خودت نزدیکتر بشی یا کلاً ما تو رو میبینیم که در این دوره قرار میگیری. سطح عرفانی و معنویات شما در این دوره بالاتر خواهد رفت و من میبینمت که دوره بسیار عالی هست که مراحل درسی، مراحل یادگیری و مراحل استعدادهای درونی خیش را یافته و بر اونها کار کرده و رشد و نمویی درشون ایجاد کنی دیده میشه. خیلی ممنون ازت میشم که تاروس عزیز توی برنامه‌های سفرت از سرقت و از احتیال‌های یک سریعی یا ناگهانی که برات اتفاق میفته توجه داشته باشی. همچنین میخوام بهت بگم تاروس عزیز برگاهی سفرت روی قلتک میفتن. من میبینم خودت رو داری برای سفر آماده میکنی. این سفر به کورس هست، به درس ها هست، به دوره های کارآموزی هست یا حتی سفر روحی خواهد بود که معنویاتت و روحانیاتت اوج خواهد گرفت. یا شما شخصی هستین که دارین به یک کسی از خانواده خیش مثل پدر و یا حتی مادر سر یک سری مسائل صحتی و سلامتی و برگ بازی‌های صحتی و سلامتی و ممکنه جابجایی باشه. یعنی شما در یک کشوری و ایشون در جایگاه دیگه‌ای باشه، شما در ارتباط میشین و تو این مدت شلوغ خواهید بود. جوزات و قلوها جمنی در این مدت میخوام بهت بگم
زمان زیاد طولانی بود که شما یک حالت برگشتی مالی و مسائل کاری رو بررسی کردی و یه فشارهای مادیات رو تأثیر گذاشته بود. اما الان میخوام بهت بگم که مرکوری عطارد همراه با میزگردی که در خانه کپریکون عزیز همراه با زاویه میسازه، این زاویه به نفع شما خواهد بود. من در این مدت میبینم که یک سری تعاون و همکاری‌های از سری اشخاصی که میشناسیشون یا اشخاص دوستانتون هستن یا باهاشون در تماس هستید و از جایگاه‌های دیگه و محیط زیست های دیگه ای هستن، یعنی محیطشون مختلف هست با محیط شما، اینجا برای شما پشت و کار مالی و مادی فراهم خواهد شد. دوره بسیار فعال مالی دیده میشه و این دوره فعال مالی شما نیز به حرکت داره. سطح فهمت و حتی سطح آگاهی و درکت بالاتر خواهد بود و اگر صحبتی داشته باشی بیان کردت قانع کننده نیز خواهد بود. دوست عزیز من، تیر کنسر سرطان وجود مرکوری، متاسفانه شما این حالت رو فکر میکنم از آخرای نوامبر تا حالا داری بالا پایین میکنی و باید به جایی که برسی و یه جوابی رو در مورد مسائلت بگیری هنوز دریافت نکردی. دوست عزیزم، تیر کنسر سرطان ممکنه خیلی از تیر کنسر سرطان فسخ رابطه ها داشتن در مراحل پیش، ممکنه فسخ قراردادهای کاری داشتی در مراحل پیش، ممکنه برگاه های سفرت به هم خورد در مراحل پیش، اما در الان در این حوالی عطارد مرکوری در یک جایگاهی قرار گرفته که با بقیه قدرت های این منزل با شما روبرویی میکنه، با شما چالش هایی رو براتون فراهم میکنه و این چالش های شما میگه که حواست رو جمع کن در مورد هر برنامه قراردادی که داری. من متاسفانه میبینم که تیر کنسر سرطان زشترین و وقیح ترین آدما در مسیر راهت قرار خواهند گرفت که شما بخواین یه قراردادهایی رو باهاشون امضا کنین که این قراردادها ممکنه قراردادهای شراکت‌های عاطفی، شراکت‌های مالی و حتی شراکت‌های کاری باشن. پس برحذر باش که اینجا یک چیزی به نفعت نخواهد بود. من برحذرت میکنم و حتی برحذرت میکنم که وارد قراردادهایی که اشخاص رو نمیشی وارد نشو و امضا نکن، چون ممکنه واسط یک مشکل قانونی بزرگی رو فراهم کنه. همچنین میخوام بهت بگم شریکت رو بالا پایین کن و قبل از انتخاب این که این در زندگیتون بمونه و باشه حتما جستجوگر این باش که شما خودتون چی میخواین. دوست عزیزمون اسد لایون وجود مرکوری در یک جایگاهی که اینجا نشسته، ببینید چقدر زیبا برای بقیه مشکلات. برای مثلا اسد لایون اینجا انرژی به نفع شما در حال حرکت خواهد بود. اسد لایون من میبینم که ممکنه زیاده بودن حقوقت دیده بشه، ممکنه اینجا یک فعالیت کاریت اوج بگیره، ممکنه شهرت دیده باشی، شهرت داشته باشی. این شهرت خصوصی هست، شهرت عمومی هست، شهرت شخصی هست، هر شهرتی میتونه باشه. ممکنه حتی شهرت زنگ خطری باشه برای اینکه یک سری آدم ها خرابت کنن در پشت صحنه. دوست عزیز من میبینم یک دوره هست که مرکوری بهت میگه اینجا میتونی شما در اوج باشی و در مورد برنامه‌های کاریت و برنامه‌های ارتباط مسائل کاریت بیگدال به آب نزنی که بتونی اون جایگاهی رو که میخوای فراهم کنی. من میبینم که اسد لایون مرداد ماه برگ بازی های کاری خواهید داشت. خیلی از شماها در این حوالی میبینم قراردادهای جدیدی رو امضا خواهید کرد. تنها چیزی که میخوام بهت بگم برحذرت میکنه از وجود مرکوری در این زاویه همراه با زحل نپتون که بهت میگه که در این حوالی 30 روز آینده مواظب برنامه‌های صحتیت باش و سعی کن که برنامه ریزی جدیدی و جدول غذایی جدیدی رو برای خودت فراهم کنی. اوردی شما وارد این انرژی شدید و حتی میخوام بهت بگم این مسائل مربوط به خشکی چشم‌ها هست، مربوط به صحت و سلامتی شما در مورد استخوان‌ها، دندان‌ها و حتی عمل‌های جراحی که داشتی. دوست عزیز من، از راه سنبل ویرگو شهریور ما میخوام بهت بگم که در این حوالی مرکوری و در این جایی که قرار گرفته
اولا اینکه وجود زحل چوب به دست و نپتون که با شما روبرویی میکنه و چالش‌هایی رو در مورد رابطه‌هات، ارتباط برقرار کردنت با شریکت که نمیتونی و یه پا میبرتت یه پا میذارتت و مشکلاتی رو که برات فراهم کرده رو برات بررسی خواهد کرد. از الان تا سال 2025 اوردی شما تو این انرژی قرار گرفتی دوست عزیز من. فقط باید با درایت و با آگاهی کامل برنامه‌هات رو مرتب کنی. در مورد این برنامه‌ها ممکنه خیلی از عذرا ویرگو شهریور شما مورد هجوم یک سری اشخاصی از اطرافیانتون که به قول خودشون شرکای شما هستن یا به قول خودشون یک چیزی در دست شما دارن یا به قول خودشون سلطان گری میکنن بر سطح شما یا حالا سلطه گری میکنن و تصمیم گیرنده زندگی شما به صورت غیر مستقیم هستن. شما هجوم ها داشتید و هجوم شما بر اساس این بود که باید یک ارتباط فسخ میشد. این ارتباط عاطفی بود، این ارتباط شراکت ازدواج بود، این ارتباط خانوادگی بود. خیلی از این برنامه ها رو شما پشت سر گذاشتید و حتی مشکلات مالی رو داری پشت سر بیزارید دوست عزیز من. اوکی. ولی در حال حاضر با وجود مرکوری در اینجا من میبینم که عذرا سنبل شهریور توی انرژی اینکه خسته هستم، توان نمیکشه و انرژی ندارم که بخوام جلو برم هستی و محتاج یک دست آرام بخش هستی، محتاج یک کسی بغلت کنه و بخوای حق حق تو بغلش گریه کنی دوست عزیز من. یا حتی نیازمند هستی و خواهی بود دوست عزیز من که بخوای تعبیر کننده باشی و بگی که حال دلت چطوره دوست عزیز من. در این مدت میبینم که تنها چیزی که میخوام بهت بگم که به طبیعت رو ببر و مدیتیشن ها تو این مدت یادت نره. این خیلی کمکت میکنه. در این مدت حتی درهای ارتباط شما به نحو احسن در مورد بچه ها صورت خواهد گرفت. ممکنه یک برنامه سورپرایز هایی در مورد برنامه های عاطفیت و شراکتیت اتفاق بیفته دوست عزیز من که به یه جای دیگه ای ببرتت. و همچنین من میبینم که از راه سنبل شهریور شما کسی هستید که حس ماجراجویی داشته باشی تو این مدت برای شما بالا خواهد بود دوست عزیز من. میزان لیبرا ترازو میخوام بهت بگم که ممکنه خیلی از شماها توی این مدت یا مسائل کاریتون رو تغییر دادید یا کلهم وارد این انرژی خواهید شد. میزان لیبرا ترازو عطارد مرکوری در یک جای نشیمن کرده همراه با این سیاره ها و روبرویی که ساخته با همراه با ژوپیتر و اورانوس و زاویه های دیگه مکمل این قضیه هست که ممکنه یک برداشت مالی از یک جایگاهی که شما قبلا کار میکردین به دستتون برسه. ممکنه از خرید و فروشی که قبلا انجام دادین دوباره به دستتون برسه این مسئله. ممکنه شما خونه ای رو تغییر دادید، حالا چی بهش میگن، پول رهنتونه، پول کرایتونه، پول نمیدونم چیتونه، اون تموم شده باشه این مسئله، دوباره این پول به دستتون خواهد رسید. و همچنین میخوام بهتون بگم که مرکوری تو این حوالی خیلی به شما تجار عزیز کمک میکنه که درخشندگی تجارت خیش رو به اجرا بذارید. من میبینم که میزان لیبرا ترازو شما مهمانیای عزیز کسایی هستید که تغییر کار، تغییر منزل و حتی برگاه سفر و هجرت و تغییر در روحیه و روانتون دیده خواهد شد. ارتباطتون دوستان عزیز من با شرکایتون که اموال مشترکی بینشون و بین شما قرار داره در این حوالی بالا و پایین خواهد شد. عقرب آبان اسکورپیون میخوام بهت بگم که شما انگاری که از تنگنا بودن به روشنایی و به رهایی خواهی رسید. دوره بسیار عالی هست. ممکنه یک سوء فهمایی و یه ذره شکرابی بین شما و خواهر، برادر، خانواده، مادر و پدر و حتی دوستان و آشنایاتون براتون پیش اومده بود که تو این حوالی وجود مرکوری با این انرژی و زاویه‌هایی که میسازه سورپرایزهایی و راه حل و کردهایی رو در اختیارتون قرار خواهد گذاشت. به یه دوره صلت رحم میرسید که برمیگردید با خواهر برادراتون در ارتباط میشید. و همچنین من ببینم که خیلی از عقرب آبان اسکورپیون برنامه‌های سفر و جابجایی از منطقه‌ای به منطقه دیگر یا در حالت سفرهای کوتاه و دراز مدت قرار خواهند گرفت. این سفرهای شما مربوط به دوره‌های تعلیم، یادگیری، آموزش و حتی سفرهای مقدس و جایگاه‌های مقدسی هست رو که باید زیارت کنید. این سفرهای شما حتی میتونه مسائل کارکردی داشته باشه که حتی این مسائل کارکردی شما با یه سری اشخاص
با یه سری اشخاص غریب خواهد بود، با یه سری اشخاصی که باهاشون ارتباط آنچنانی ندارید ولی باهاشون ارتباط برقرار خواهید کرد. ماشین جدید رو، تغییر ماشین جدید یا ترسیم و تخطیط و برنامه ریزی برای خرید و فروش ماشین جدید رو بهتون تبریک میگم. قوس، آذر، کماندار جوان، دوره پیش دوره کمبودی مار رو پشت سر گذاشتی دوست عزیز من. اوردی هنوزم تو این انرژی هستی ولی اینجا حرکتت و فعالیتت پول رو در دستت خواهد گذاشت. مرکوری در یه جایگاهی نشسته و زاویه های سورپرایزی رو برات خواهد ساخت که در یک جایگاهی هست هر چقدر بیشتر فعالیت و حرکت کنی دوست عزیز من، این چیز که میگن از تو حرکت از من برکت برای شما ساخته شده در این حوالی به مدت 30 روز. یعنی حصول مال خواهی داشت. من میبینم مالی تو دستت هست یا مسائل مالی رو بالا پایین میکنی. ممکنه تلاش و کوشش شما برای جابجایی منزل باشه دوست عزیز من و حتی اینجا اگر برای شما مشکلی پیش اومده بوده با اعضای خانواده، این در اینجا یه حلولی پیدا میکنی و اینجا با منطق و با درایت و آگاهی میتونی برهان و دلایل رو برای حرفات داشته باشی. من همچنین میبینم که تغییر منزل و خونه یا حتی عطارد مرکوری خبر از یک تغییر کار بهت خواهد داد که ممکنه کارکرد عالی داشته باشه و حتی مال خوبی. دوست عزیزمون کپریکون عزیز، دیماهی تویی که همه ی آشوب دنیا رو به پا کردی. دوست عزیز من میخوام بهت بگم دیماهی عزیز، واو، قدرت و زمام امور رو در دست میگیری. پاور، قدرت و شجاعت و درایت و آگاهی و بدون اینکه بترسی داری جلو میری در برچه های کپریکونیای عزیز دیده خواهد شد. میبینم با قوتت و قدرتت و با جبارانه بودنت، با اون قدرتی که داری دوست عزیز من و با شجاعتت و با لغت بسیار تیز و با آگاهی کامل بدون اینکه بترسی حرفت رو روی کرسی خواهی نشون، چه بخوان چه نخوان دیگران قانع خواهند بود. یعنی اگر شما کپریکونی هستی و اگر جایی هستی برای اینترویو میخوای بری، الان برو از حقت دفاع کن، الان در یک اینترویو قرار بگیر. مطمئن باش که اینجا وقتی که صحبت میکنی شما با دلایلتون و برهانتون و قدرت بیانت اونقدر بالا خواهد بود که بتونی طرف مقابل رو قانع کنی که خریدار شما باشد. دوست عزیز من دوره بسیار عالی هست برای حرکت و فعالیت های کاری شما. من حتی میبینم تو این مدت شما جرأت داری، شجاعت داری، چه میدونم مثل ستاره میدرخشی، کار داری، فعالیت داری، انرژی قبلت که داغون بودی و در پشت صحنه به سر میبردی الان دیگه در اون حوالی نیستی. دوست عزیز من خبر از یک تغییر کار رو به تبریک میگم و خبر از ترسیم یک بیزنس و یا پروژه جدید شخصی نیست در مسیر راهت قرار خواهد گرفت. دوست عزیز من کپریکونی عزیز، خودت رو برای دیدار یک شخصی که از راه دور هست و در کنارت قرار خواهد گرفت آماده کن. دوست عزیز من دلو، بهمن، آکواریس، ایم سو ساری، دلو، بهمن، آکواریس، تجمع این سیاره ها در یک جایی قرار گرفتن که فقط بهت میگم که هنوز در همون جایی که هستی بمان. هنوز شعله ور شدن نور شما به زودی خواهد بود، الان نیست. اوکی، پشت صحنه موندنت خیلی عالیه، صبور باش، این دوره تموم میشه و من میبینم که شما یه حالت کسل کننده ای داری، یعنی همه چی کسل کننده است واسط. احساس میکنی که هیچ چی برات زیبایی نداره، احساس میکنی که هیچ چیزی برات روندی رو که باید طی کنه طی نمیکنه. یه مدت طولانی شما تو این انرژی هستی ولی تموم شده. ایمان و یقین داشته باش بعد از 27 ژانویه 2024 ببخشید شما وارد یک انرژی جدید جانانه شدی که اونجا یک قصه بسیار مهمی برات کامل خواهد شد. من میبینم دلو، بهمن، آکواریس، برنامه ریزی، تخطیط یا حتی ارتباط با یک سری اشخاصی که دور از شما هستن و دارین برای برنامه‌های سفر آماده میشید در حال برنامه‌های سفر هستی. ممکنه اینجا یک سری تصمیم‌های نهایی در مورد برنامه‌های، حتی می‌بینم در بهمن آکواریس یه سری برنامه‌های امتحانات داره، برنامه‌های پروژه‌ها داره، برنامه‌های گزارش دادن ها داره، صحبت کردن ها داره، در معرض دید شدن ها داره که باید از حق خیش دفاع کنه. یه چیز اینجوری داره دوست عزیز
سطح معنوی و عرفانیاتت خیلی بالا رفته و میتونم بهت بگم که میدونی طرف مقابل چند مرد حلاج هستش. دوست عزیزمون، و آخرین شما نشانه هود اسفند ماه وجود مرکوری در این مدت به مدت 30 روز است که شما باید بدونید که چگونه برنامه‌هاتون رو مرتب میکنید. دوستان عزیز من، دوره بسیار عالی هست، دوره بسیار مثبتی هست، دوره بسیار جانانه هست برای یک ورودی به کار جدید. جایگاه جدید تغییر میکنه دوست عزیز من، جایگاه کاریت، جایگاه مالیت، و حتی من میبینم اگر دوستایی که حتی به درد بازمصرفی یا اشخاصی که توی زندگیت بودن و این دقل دوستانی که میبینین مگسانن دور شیرینی از این نوع بودن، شما روی اینها به این مدت در این حوالی که از 14 ژانویه هست تا 5 فوریه تقریبا میشه یا تا آخر 15 فوریه هستش، شما روی این آدم‌های خودتون اکس قرمز خواهید زد و این اشخاص و دوستانتون رو از خودتون دور خواهید کرد. هود نشان ماهی اسفند ماه، من میبینم ارتباط تلفنت، برخوردات روی سوشیال میدیاها یا هر چیزی که به مربوط به ارتباط اجتماعیت یا ارتباط شخصیت هست، میبینم از طریق سوشیال میدیاها یا از طریق ارتباط برقرار کردن شخصیت با آدم‌های مختلف الکالچر هست، با آدم‌هایی که دینشون، مذهبشون، عقایدشون و حتی فلسفه بافیاشون با شما فرق میکنه دیده خواهد شد. ببین، تحقیق و تجلی کردن یک هدف برات در این حوالی مهیا خواهد شد و من میبینمت که ارتباط بسیار زیبایی اگر بین خانوادت عزیز من، بین مادر، خواهر، برادر رابطه شکر آب شده بود، تو این حوالی بهتر خواهد بود و میتونی با یک سری حرف ها، یا شاید الان زمانش رسیده که شما حرف های اطرافیانتون رو گوش بدید و بخواید بالا پایین کنید که آیا این حرف به درد شما میخوره، آیا این همون چیزی هست که اجازه میده من پیشرفتی در مورد تجلی کردن اهدافم داشته باشم یا خیر. خب حالا نوبت تاروتتون شد. از الان تا 30 روز آینده چه چیزایی برای شما پیشگویی میشه؟ اگر انرژیت عالی باشه دریافت میکنی، اگر نباشه دوست عزیز من مطمئن باش دریافت نخواهی کرد. و من در مورد موضوعات چندین بار صحبت کردم، دیگه صحبتی نخواهم داشت. بریم به شما دوستان عزیز عنصرهای آتشی برسیم. عنصرهای آتشی در این حوالی برای شما چه دیده خواهد شد؟ اوکی، مسائلی که شما رو مشغول کرده، عنصرهای آتشی، نمیدونم چرا اینجوری هستی، چیزی که مشغولت کرده، فرصتی میخوای داشته باشی یا فرصتی میخوای بگیری یا میخوای فرصتی داشته باشی در مورد مسائل عاطفی. من میبینم ذهنت مشغول مسائل عاطفی خواهد بود تو این حوالی و حتی میبینم یک تصمیم مهمی و یک ارتباط برای شما به اجرا خواهد گذاشته شد. عنصرهای آتشی ممکنه طرف مقابلت یک ذره ذهنش مشغول و مهیا شدنش یه ذره سخت است که بخواد با تو در ارتباط بشه، ولی ایمان و یقین داشته باش که این شخص با شما در ارتباط شده بعد از اینکه خودش این رابطه رو به هم زد و خرابکاری کرد. من می‌بینم این شخص اگر در سفر هست به زودی شما از این شخص خبری خواهید شنید. خیلی خوب، رساله بعدیتون رو ببینم. خیلی باحالن، تاروت‌های جدیدی دستم اومده و من دوست داشتم. خیلی خوب، عنصرهای آتشی پیغام به شما این هست که اکسپت کنید و احترام بذارید به رابطتون. این رابطه اجتماعیتونه، این رابطه پارتنرتون و خودتون هست یا رابطه خودتون به خودتون هستش. متوجه هستین چی میگم؟ این رساله هست که برای شما عنصرهای آتشی ها وجود داره. چیز دیگه ای که برای شما دیده میشه عنصرهای آتشی، واو، چی میخوای لامصبه بیدیم؟ من ریدینگتو بستم. در این حوالی اضافه بر این که یکی از خواسته و هدف شما متجلی شده دوست عزیز من، به صدای درونت گوش بده. اون بهترین راهنمای شما خواهد بود در این مدت. و همچنین من میخوام بهت بگم که از یک سری آدمایی که این هر چیزی که برق میزند طلا نیست، حواست رو جمع کن دوست عزیز من. بله، شما ذهنتون و کل مسیرتون رفته تو مسائل عاطفی و حتی برگاه های سفر برای عنصرهای آتشی دیده میشه. خیلی خب، بریم به عنصرهای خاکی برسیم. عنصرهای خاکی برای شما یک پرونده یا یک برگه ای امضا میشه در این حوالی. صحبتی خواهید داشت. این مسئله سختی بوده و فکرش رو نمی کردید که اصلا به امضا برسه. مطمئن باشید که من قراردادهای کاری یا قراردادهای
قراردادهای مالی و حتی قراردادهای یک سری برگایی که به اسم خودتون هست براتون به امضا میرسه. عنصرهای خاکی ممکنه برگه قانون باشه، ممکنه برگه کار جدید باشه و مثل این که خورشید از نو به شما طلوع خواهد کرد و اون چالش هایی رو که داشتین به پایان خواهد رسید. واو، ریدینگتون خیلی قشنگه. من میبینم چرخ گردون به نفعتون خواهد چرخید در این مدت و سعی کنید که از انرژی های آب و خاک در این مدت زیاد استفاده کنید. کنار دریا باشید یا کنار برنامه‌های طبیعت در تماس بگیرید. خیلی خب، بریم ببینیم دیگه چی داریم دوست عزیز من. alright. واو. نصر و پیروزی روی سری برگاه‌های امضایی خواهی داشت. برقه بازی زیاد خواهی داشت. من حتی می‌بینمت که عنصرهای خاکی بعضی از شما عنصرهای خاکی ممکنه از یک مسائل سحر و جادو و اعمال خبیثه رها بشید و بخواین تصمیم یک رابطه جدی رو بگیرید. من اینجا میبینم که شما حتی عنصرهای خاکی، بعضیای شما شخص ثالث و یا در رابطه ثلاثی وجود داری دوست عزیز من و این رابطه ثلاثی برای تو داره اعمال خبیثه و اعمال سحر و جادو میسازه و شما رو از شخصی که دوستش داری جدا کرده. دوست عزیز من وقتی میگم رابطه ثلاثی میتونه همه چی باشه و شما این شخص رو خیلی دوست دارید. عنصرهای خاکی، شما این شخص رو خیلی دوست دارید یا یک شخصی در زندگیتون هست. واو. اجازه داشته باشم بهتون بگم که انرژی در این حال و حوالی نخواهد مود. تغییراتی خواهد پیش آمد و این تغییرات شما به 2 وعده یا 4 وعده خواهد بود. عنصرهای خاکی، ماشین جدید و تغییر منزل جدید رو بهتون تبریک بگم. من به عنصرهای خاکی میخوام بگم که یک انرژی به گذشته برگشته هستی. خودت رو برای سفر آماده کن و خودت رو برای انرژی عاطفی جدید آماده کن در این مدت. اوکی، من حتی میبینم که ممکنه انرژی‌های خاکی دوست داشته باشن که انرژی خانواده دور برشون باشه. alright عزیزان من، خیلی خوب. خیلی باحال بود. انرژی‌های خاکی برای شما، بعضی شما دیده میشه که به اطرافت نگاه کن و ببین که توی مسیر راهی که رفتی و در این اطرافت که داری حرکت میکنی چه چیزی میتونه باعث خوشحالی و خوشیومنی تو بشه، خوش سعادتت باشه، یه چیزی که زیبایی برات داشته باشه. الان زمانش رسیده که تو اکسپت کنی و قبول کنی که مسئله رابطت یا مسئله عاطفت یا مسئله خودت و شریکت یه دیونگ تایمی داره که باید سر زمان خودش به اجرا قرار بگیره. دوست عزیز من، دقیقا همون چیزی بود که بهتون گفتم. به خاک و آب و گیاه و این چیزا در این مدت بهتون میگه که حتما نزدیک بشید دوستان عزیز من. یعنی سعی کنین بیشتر با طبیعت در ارتباط بشین. بریم ببینیم که عنصرهای آبی عزیز شما چی دارین در این مدت و عطارد مرکوری در این جایگاه چه چیزی رو برای شما نصیحت میکنه، تلنگر میکنه، خبری هست از تاروت ما، چه چیزی هست برای شما. عنصرهای آبی در حال خیش رفتن و در خلوتگاه خیش فرو رفتن خیلی عالیه و ممکنه این یه مسئله‌ای باشه که شما بخواین به راهکردهایی و یه راه حل‌هایی برای مسائل عاطفیتون یا مسائل ارتباطیتون برسید. از همه چیز که در اطرافت میگذره تشکر و قدردانی کن. از همه چیز که در کنارت هست تشکر و قدردانی کن. شما یک آغاز جدید بسیار محکم و زیبایی خواهید داشت در مورد مسائل قلبت. عنصرهای آبی ممکنه در این حوالی یک رابطه برگشت بخوره و از نو شروع بشه. ممکنه شما یک تصمیم نهایی در مورد یک رابطه و یا شریکی بگیرید و حتی ممکنه که من اینجا میبینم یک رابطه به ترسیم برسه و یک آغاز جدیدی داشته باشه. اگر سینگل هستی شروع تپش قلبت رو از نو به تبریک میگه دوست عزیز من. عنصرهای آبی، بریم ببینیم که دیگه چی دارین شما دوستان عزیز من. واو. عنصرهای
آبی ستاره شدنت رو و مثل اینکه یه هدفی هست که میخواییش به دستت میرسه، انرژیت رو مثبت بذار. ولادت یک فرزند جدید که جنس مولود دختر خواهد بود رو بهتون تبریک میگم. زمام امور رو در دستتون قرار خواهید گرفت و قدرت در حال دستتون خواهد بود. شما مسلط برنامه‌های زندگی خیش خواهید بود، نه کسی برای شما تصمیم میگیره. یکی از خواسته و هدفتون متجلی شده هستش. ما همچنین میگم که یک آغاز جدیدی در مورد قلبتون، در مورد برنامه‌های رابطه هاتون و احساستون دیده خواهد شد. عنصرهای آبی، من میخوام بهت بگم که چیزی که غیر ممکن نیست ممکن خواهد شد. دوست عزیز من، واو، یه سلبریشن داری، انگاری از یک خستگی و از یک تو از نو متولد میشی عنصر آبی عزیز. اوکی، خیلی خوب. بریم و ببینیم که عنصرهای آبی دیگه برای شما تو این مدت چی دیده میشه دوستان عزیز من ریدینگ تاروت بهش زمان نمیدم دوستان عزیز من. هر کسی بر حسب انرژیش براش اتفاق میفته. هر وقت دوست داری میتونی گوش بدی. عنصر آبی انگاری خیلی بالی در خفا رفتن دوست عزیز من عدل الهی برقرار خواهد شد. ترس ها و پنهانکاری های پشت صحنه ای که ازشون خبر نداشتی و کشف حقایقی که خبر نداشتی ازشون برات برملا خواهد شد و به 10 وعده خواهد بود. تاریخ 19 و تاریخ 18 رو عدد 18 و 19 رو به ذهنت بسپار. کشف حقایق خواهی داشت در مورد یک شخصی که خیلی پنهانکاره یا یک پنهانکاریایی که از نظر رابطه ها برای شما پیش اومده بود براتون مشخص میشه. عدل الهی اینجا برقرار خواهد شد و شما پیروز بر این شخص خواهید بود دوست عزیز من. واو. و فرصت مالی جدید رو بهتون تبریک میگم. یک فرصت مالی جدیدی در مسیر راهتون قرار خواهد افتاد. خیلی خوب، بریم به دوستان عنصرهای هوایی برسیم. عنصرهای هوایی و برای شما چی دیده میشه؟ عنصرهای هوایی، شما یک ترانسفورمیشن بسیار عمیقی خواهید داشت. این ترانسفورمیشن شما در مورد آدم‌های دور براتون خواهد بود، در مورد مسائل عاطفی و رابطه هاتون. خودتون رو عنصرهای هوایی، خیلی از شماها دارین جابجا میشین و خیلی از شماها دارین سفر میکنید برای یک سری مسائل عاطفه، برای یک سری برگه‌های رابطه و یک سری مسائل ارتباط با شخص جدید، یا حتی شما یک مسافر خواهید داشت. خوب گوش بدید عنصرهای هوایی، شما ممکنه یک مسافر خواهید داشت از یک کالچر و دین و مذهب و فلسفه دیگری که با شما خیلی فرق میکنه. از شما ممکنه سنش کوچیک‌تر باشه یا حتی میکنه این شخص پوستش و رنگ پوستش با شما تفاوت داشته باشه که تو این حوالی براتون اتفاق میفته. یک ترانسفورمیشن عمیقی در زندگی شما عنصرهای هوایی ها اتفاق خواهد افتاد. حالا بریم ببینیم که این عمیق بودن انقلابات و ترانسفورمیشن عمیقی که اتفاق میفته برای شما عنصرهای هوایی ها. خروج شخص ثالثه از رابطه وجود داره دوستان عزیز من. بی‌قلتی مال و کمبود مالی که وجود داشته دوستان عزیز من و شما رو ناراحت کرده بود به پایان میرسه و من میبینم یه آغاز جدیدی در مورد مسائل مالی دارید. یک فرصت مالی و یک فرصت کاری جدید رو برای عنصرهای هوایی تبریک میگم که این مسئله آغاز خواهد شد و ممکنه شراکتی باشه. این شراکت با 3 نفر خواهد بود. ممکنه با 3 اشخاص در ارتباط بشی تا این کار رو به اجرا بذاری و همچنین من میبینم که خروج شخص ثالثه از رابطه رو بهت تبریک میگم دوست عزیز من. و من میبینم اگر برنامه عاطفی هست، این شخص تصمیم میگیره که رابطه رو به ترسیم برسونه و حتی قراردادهای کاری و مالی جدید رو بهت تبریک میگم. این شخص نمیخواد از دستت بده عنصرهای هوایی، این شخص نمیخواد از دستت بده دوست عزیز من. اوکی، این شخص خیلی دوستت داره اگر در مورد چیز هست و واقعا کسی با کالچر و دین و مذهبت فرق میکنه دوست عزیز من. آخرین پیغام به شما دوستان عزیز من، عنصرهای هوایی ها الخس دلو بهمن آکواریس از اسیدنت رایزینگت و از برج باطنیت اگر باشی به تبریک میگم. شما در این مدت علم روحانیاتتون خیلی بالاتر رفته، معنویاتتون و سطح معنویتون بالا میره و این باعث میشه که شما بخواین یک واقعیت جدیدی رو در مورد مسائل عاطفی ببینی.
شما توی یک دوره درسی یا کارمایی قرار گرفتی که بخوای ارزش خودت رو بیشتر پیدا کنی دوست عزیز من، و حتی من میبینمت که آمادگی این رو داری که پلن بعدی من چه خواهد بود. یعنی اگر الان این اتفاقایی که من گفتم هیچ کدومشون برای تو نیفته، یا به قول خودت برنامه ریزیایی که کردی برات اتفاق نیفته، میبینم که مثلا یه چیزی هست که میتونه برنامه جدیدی باشه. به هر حال شما تو اون انرژی که من بهتون گفتم قبلا قرار نخواهید گرفت. انرژی کلی شما کلهم تغییر پیدا کرده و به معنای این هست دوستان عزیز من که شما کلهم وارد یه انرژی جدید دیگه شدید. خب این همه چیزی بود برای شما. من گفتم مدت برای این مسئله نمیذارم، اما با وجود آسترولوژی که برای شما درست کردم و این ویدیو، خواهش میکنم این ویدیوها رو برای من سپورت کنید و اگر دوست دارید که یه بلندری و یه میکسی از این ویدیوها با هم داشته باشیم، برای من کامنت های قشنگتون رو بذارید. مرسی که انتخابم کردید و مرسی که انتخابم میکنید بدون شک، و مرسی که حضور پیدا کردین. به دست الهی منان میسپارمتون. بدرود.